امیرحسین یحیی‌زاده، مرتضی حسین زاده، ساسان حسینی و رضا دهقان پای به این مسابقه گذاشتن با سرمربیگری آقای قاسم شهبا. از اشتباه میکنن بازیکنان مثل شهر بابک. ببینیم چه اتفاقی میفته. خوشبختانه عباسی اشتباه کرد و بازیکن هم تیمیش که رضا دهقان بود اومد جبران کرد. حسینی پورعوض توپ سان میکنه روی دروازه، میکاره برای اکبر کربلایی، اما اکبر توپش ضربه لازم رو نداره و به راحتی در آغوش مسعود پورمحمد توپ آرام میگیره. خود حسینی، جواد پورعوض خیلی خوب دید گلزاری رو. فرصت دارن بازیکن مثل شهرباک ضربهش رو میزنه و توی دروازه گل برای مثل شهر بابک. حمید گلزاری، جواد پورعوض چقدر خوب دید اونجا حمید گلزاری رو و تیم مثل شهرباک موفق میشه دروازه داماش گیلان رو در همین ابتدای بازی باز کنه. حمید گلزاری در سمت راست، فرصت دارن بازیکنان مصر، یک گام کم آورد. پرتو مدش کمی بلنده، توپ میرسه به باکس محوطه جریمه مثل شهر بابک، فرصت دارن و خوشبختانه توپ رای اوت میشه. میکنه روی دروازه، کوتاه کار میکنه طالبی، ضربش رو میزنه. چه سوپر واکنشی از آیدین قویدر، توپ رو رای کورنر میکنه مثل شهر بابک. اکبر کربلایی به دنبال توپ، خود اکبر کربلایی میگیرن. ببینیم میتونن گل دوم خودشون رو بزنن با خیلی آسوده تر وارد رختکن بشن، اما بازم خود خرم حسینی میخواد توپ رو سانت کنه، حالا این کار رو انجام میده. فرصت داره اونجا با توپی که حالا آفساید گرفته ظاهرا. کم فرصت دارن بازیکنان مصر. علی دهقان به دنبال توپ، خود علی دهقان ضربه‌اش رو میزنه و توی دروازه گل دوم برای صنعت مثل شهر بابک. یه جوری یکم خیالمون راحت تر میشه. یا اشتباه نکنه علی دهقان گل دوم مصر رو زد. سعید دلاوری صحبت میکنه، حالا توپ رو ساند میکنن روی دروازه، یک ضربه سر و توی دروازه گل برای تیم داماش گیلان. یکی از گل‌ها رو جبران میکنن. کمکش کنه یحیی‌زاده، ضربه رو میزنه و توپش با اختلافی نه چندان زیاد از بالای دروازه رایه اوت میشه. رضا دهقان، خود رضا دهقان چقدر خوب پیش رفت. رضا دهقان چقدر خوب پیش رفت. رضا دهقان دو سه بازیکن رو از پیش روی برداشت. خط دفاع رو رها نکنن، توپ رو ساند میکنن روی دروازه، ضربه سرشون رو میزنن. حالا یه ضربه دیگه، داورم اعتقادی به خطا نداره و به نظرم هم نبود خطا. خواهد توپ رو ساند کنه روی دروازه، یحیی‌زاده که موفق نیست، حالا ضربهش رو میزنه و توپش از کنار دروازه رایه اوت میشه. توپ رو میخوام برسونم به بازیکن هم تیمی که موفق نیستن، بازم بازیکنان مصر و پنالتی، یا بله پنالتی برای تیم داماش گیلان. با پای راست ضربه خودش رو خواهد زد و توی دروازه گل دوم برای تیم داماش گیلان. پیراهن خودش رو هم در میاره، یه کارت زرد رو به جون میخره تیم امید پورقنبری. پورعوض توپ رو میرسونه به حسین زاده و اشکان توانا توپ رو میگیره. جواد پورعوض پرتو رو انجام میده، یک ضربه سر و توپی که با اختلافی نه چندان زیاد از بالای دروازه رایه اوت میشه. خود سامکن توپ رو سام فرصت دارن، اما باز هم نمیشه که تو وارد دروازه بشه. داورم اعتقادی به پنالتی برای تیم مثل شهر بابک دقیقه 96 بازی. حالا میتونه ضربهش رو بزنه. علیرضا ولیزاده ضربهش رو میزنه توی دروازه. گل برای مثل شهر بابک، علیرضا ولیزاده. مثل داماش گیلان 2. مثل شهر بابک گل سوم خودش رو توسط علیرضا ولیزاده به ثمر میرسونه. مسعود پایان این بازی با برتری 3-2 تیم صنعت مثل شهر بابک. امیدوارم از دیدن این بازی لذت برده باشید.